سلام، صبح بخیر، بهار مبارک. یه نکته تکمیل در مورد قضاوت به ذهنم رسید که بگم. ببینید، درسته که خب تو آموزه های ذهن آگاهی ما برای مبتدی ها، کسایی که زیر 3 سال هست تازه شروع کردن برای آشنایی، خب نسخه‌ای که آموزش داده میشه میگیم که قضاوت های ذهنیت رو ببین، قضاوت نکن، که اصلا کاملا جمله غلطیه. این باعث اصلا کسی گوینده این جمله خودش معلومه که ذهن رو نمیشناسه و روان انسان رو نمیشناسه. قضاوت نکردن غیر ممکنه، ولی ما میگیم قضاوت های ذهنیت رو ببین، مشاهده کن و درگیرش نشو. بیرون از قضاوت های ذهنیت باش، اونها رو مطالعه کن، ببینشون تا جایی که میشه. همیشه هم نمیشه، بعضی جاها تو مجبوری یکی از قضاوت های ذهنیت رو انتخاب بکنی. این برای کساییه که هنوز قضاوت رو، آداب قضاوت رو، قوانین قضاوت درست، استدلال درست رو بلد نیستن. یعنی خطاهای شناختیشون زیاده، خطاهای استدلالیشون زیاده، هنوز ذهن رو و دامها و تله‌هاش رو و کارکردهای اشتباهش رو بلد نیستن. برای همین خب معلمانی که مخاطبشون قشر بزرگی از جامعه است، اونا میگن آقا قضاوت نکن، چون وقت برای آموزش دادن قضاوت درست نیست. خودشون راحت میکنن، میگن آقا بیخ بزنیم دیگه این قضیه رو، ولی درستش این نیست. ما باید بگیم که فعلا قضاوت‌های خودت رو بهش آشنا باش، ولی خب در دامش نیفت و پیرو قضاوت‌های ذهنت نباش فعلا، تا اینکه تا کم کم بیای آداب قضاوت رو یاد بگیری. قضاوت کردن یه مهارت عقلیه، مهارت ذهنیه، مثل شطرنج بازی کردنه، مثل خلبانی کردنه، مثل فوتبال بازی کردنه، یه مهارته. تو اول باید ذهنت این مهارت رو یاد بگیره، استدلال کردن و شناخت مغالطه رو، شناخت سفسطه رو، انواع مغالطه رو، اینا رو وقتی یاد گرفت بعداً میتونی کم کم قضاوت بکنی و اصلا لازمه که قضاوت بکنی. در ذهن آگاهی خب ما در شروع در حالت مراقبه، البته در حالت مراقبه میگیم که خب افکار رو از بالا نگاه کن و محتویات ذهن رو ببین و ناظر باش، ناظر منفعل باش. مرحله دومی هست که بعد از 3 سال، یا میتونم میگم بعد از 5 سال، یا حتی بعد از 7 سال، حالا بستگی به شخص داره. بعضی استعداد شهودی یا استعداد چطور بگم روانشناسانشون بالاست، روان خودشون رو زود میشناسن، اونا مثلا تو 3 سال یا حتی تو 1 سال میتونن وارد مرحله دوم سوم بشن. بعضیا نه، طول میکشه، 7 سال 10 سال طول میکشه تا روان خودشون رو بشناسن و وارد مرحله دوم بشن که ناظر فعال هست. مرحله اول ناظر منفعل، مرحله دوم ناظر فعال. ناظر فعال علاوه بر این که افکارش رو از بالا نگاه میکنه، یه قدم میره جلوتر. الگوریتم هایی که تو افکارش، تو باورهاش، توی قضاوت های ذهنیش وجود داره، الگوریتم ها رو هم استخراج میکنه، کشف میکنه. میفهمه که چرا ذهن من اینجوری فکر میکند. میفهمه که ذهن من مثل که یه طرحواره های توش هست، یه بیماری های توش هست، یه سمهای عقیدتی باوری توش هست و اونا رو جراحی میکنه، میاد متناسب باهاشون یه درمانی پیدا میکنه و برای خودش استفاده میکنه. نکته که میخواستم بگم این بود، آره کسایی که هنوز مهارت عقلی قضاوت رو بلد نیستن، بهتره که فعلا توی قضاوت هایی که مثلا قراره به نفع یا ضرر کسی رأی بدن یا کاری بکنن که ممکنه اون کار آثار مخربش یا آثار مفیدش به کسی برسه، تأثیری رو کسی داشته باشه، فعلا بهتره در قضاوت ها شرکت نکنن، در قضاوت های عملی. هرچند تو ذهنشون قطعا قضاوت اتفاق میفته، این اصلا غیر قابل پیشگیری و جلوگیریه. تو ذهن حتما قضاوت اتفاق میفته، تو میتونی پیش رو بگیری نگیری، اما صبر کن. اول مهارت استدلال رو یاد بگیر، قواعد کلامی، منطقی، اینها رو آموزش ببین، بازی قضاوت رو یاد بگیر. قضاوتی که بازی ذهنیه ولی لازمه، نیازش داریم، مثل رانندگی کردنه. تو نمیتونی بگی من شهودیم رانندگی یاد نمیگیرم. شهود نمیتونه به تو مهارت رانندگی یاد بده. تو باید کتاب آیین‌نامه رو بخونی، پاس بکنی. آیین‌نامه یک بازی ذهنیه، قوانین شهری یک بازی ذهنیه، قضاوت هم همینطوره. مهارت استدلال کردن، تصمیم گیری، تشخیص و انتخاب، همشون زیر مجموعه قضاوته. قضاوت رو با سرزنش اشتباه نگیریم. سرزنش اینه که من یکی رو تحقیر کنم، قضاوت اینه که رأی بدم، داوری کنم، بگم فلان کار درست نسبی است، فعلا الان توی این موقعیت برای من یا برای فلانی خوب است این کار، یا بگم بد است. این قضاوت نسبی ما نیاز داریم بهش، مهارت باید یاد بگیریم. تا موقعی که یاد نگرفتی، آره شرکت نکن توی قضاوت ها، ولی بدون که باید یاد بگیری. مسئولیت تو و مسئولیت همه جامعه است. همین، متشکرم.